بچه ها نمیدونم این لفظ رو شنیدید یا نه، ولی میگن که هر 3 ثانیه یه بار یک شخص در حال مردنه و من همینطوری که دارم واسهتون حرف میزنم همینجوری دارن آدمو میمیرن تا آخر. و امروز به خاطر همین اومدیم که با هم عجیبترین و ترسناکترین مرگ هر شخص رو با هم ببینیم و تحلیلش کنیم. مثل همیشه بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب این ویدیو اصلا فراموش نشه. حتما اون زنگوله رو فعال کن که ویدیوهای جدید گذاشتم حتما زود بیای نگاه کنی. حالا بریم سراغ همین ویدیو که Let's go. بچه ها اولین نفر جیمز هکمن هستش که میره سوار ترن هوایی میشه و همونطور که میبینید از ترن هوایی پرتاب میشه، مثل اینکه ترن هوایی به مشکل برمیخوره. دومین نفر که اسمشو نمیدونم و خیلی عجیب تره مرگش که قیافش هم میبینید چه مظلومیه، سرش زیر صندلی برقی سینما گیر میکنه و میمیره. خدا رحمتشون کنه، واقعا مرگای دارکی داشته. نفر سوم داستان ما کریستین جوسیه. کریستین جوسی داشتش داخل آسانسور یه پروژه جدیدی کار میکرد، داخل ساختمان جدید که یهو آسانسور متوقف میشه و اونا چند قدمی طبقه 24 گیر میکنن و چاره جز پریدن نداشتن. مرد اول میپره و کریستیان هم میخواد بپره، یهو به سمت عقب پرتاب میشه همونطور که میبینید. 20 دقیقه بعد اون همون ته آسانسور در حالی که مرده بود پیداش میکنن و واقعا تو 20 دقیقه حالا شاید زنده مونده باشه، البته که از طبقه 24 پریده پایین 100% مرگش حتمیه، ولی خب بازم خیلی وحشتناکه که 20 دقیقه بعد تو رو پیدا کنن. واقعا خیلی دارکه، شاید باورتون نشه و نمیدونم چرا این کارو میکنم. ساعت الان 2:22 دقیقه شب دقیقا ساعت رو نگاه کردم و نمیدونم چرا این تایم دارم اصلا ویدیو میگیرم، اونم ویدیو ترسناک. آخه مریضی مگه تو دختری؟ بریم ویدیو بعدی. نفر بعدی یه آقای 41 ساله‌ای هستش که داشته یه دستگاه چرخ گوشت بزرگی رو تمیز میکرده. یهو حین تمیز کردنش میفته داخل اون دستگاه. کارگرا صدای فریاداشو میشنون و به سمتش هجوم میبرن، ولی دیگه اون از قبل مرده بود. جوز ملنا. جوز در حال تعمیر و نگهداری از یک اجاق گاز خیلی بزرگ، حدوداً 35 فوت که میشه 10 متر بوده و یکی از همکاراش فکر میکنه که جوز داخل حموم رو میاد در اون اجاق گازه رو میبنده و تا دمای 270 درجه اون اجاق گاز رو روشن میکنه. دیگه کارگران میبینن جوز گم شده، میرن و دنبالش میگردن همه جا رو و وقتی که همه جا دنبالش گشتن و دیدن نیستش، آخر سر میان در اون اجاق گازه رو باز میکنن و میبینن که جوز مرده و سوخته در اصل. من نمیدونم آخه لام است وقتی در رو بستن تو چرا جیغ و داد نکردی؟ خدای واسه شما این سوال پیش نمیاد که چرا طرف وقتی در رو بسته جیغ و داد نکرده؟ خیلی عجیبه واقعا، خیلی وحشتناک. این آقایی که میبینی واقعیتش بگم خنده داره بگم چجوری مردش تا اینکه ترسناک باشه، ولی خب در همین حد بدونید که این آقا توسط دوست دخترش له شده. خیلی دارکه. ایژیالیشم فرکسن، یه پسر 17 ساله‌ای که در حال ترن سواری بوده و کلاهش از سرش میفته و گم میشه. بعد از اینکه از ترن پیاده میشه همراه با دوستش میره که کلاهش رو پیدا کنه و دقیقا میره اون ور حصاری که ممنوعه بوده و ترن ازش رد میشده. کلاهش رو پیدا میکنه و میره که بگیره، یهو ترن رد میشه و سرش قطع میشه. این خانومم آسانسور خراب میشه و شیکینگ میکنه، یعنی میلرزه و خانومه میفته و سرش بین دوتا آسانسور گیر میکنه و ایشون هم سرش قطع میشه. این آخری بچه حس میکنم خیلی نرمال تر از بقیه است و دیل تولج. ماشینش آتیش میگیره و میمیره. همین میره. واقعا
عادی ترین مرگ داشتش بین تمامی اشخاصی که بین این لیست وجود داشت. اینم بود از مرگ های عجیبی که واسه ملت پیش اومده و واقعا خیلی وحشتناکه. اگه دوست دارید پارت دومی ازش درست کنم که وحشتناکتر از این باشه بگید، حتما درست میکنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان، و تا ویدیو بعدی و ویدیوهای خفن بعدی خدا نگهدارتون. You should probably run. I am going to get you.